شده. یعنی هواپیمای مسافربری که ریگی توش بوده اینجوری توضیح دادن و از یک کشور به یک کشور دیگه میرفته در حال گذار از آسمان ایران پایین کشیده میشه توسط وزارت اطلاعات و ریگی دستگیر میشه. 30 خرداد 89 هم اعدام شد. خب هم وزارت اطلاعات خیلی مانور تبلیغاتی داد روی این موضوع، هم یه مقدار تردید به وجود اومد از همون موقع که این داستان دستگیری ساختگی و ریگی یه جدی دستگیر شده، اینا اینجوری سناریو درست کردن داستان گفتن تا بگن ما خیلی قدریم. شما قاعدتاً باید اطلاع داشته باشید آقای دادخواه که با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات کار می‌کرد. قضیه چه جوری بوده؟ ببینید اون که آقای وزیر اطلاعات اون دور اومد مطرح کرد آقای مصلحی عوام فریبانه بوده. ببینید اون بله ببینید ایشون اومدن یه چیزی رو مطرح کردن، گفتن که ایشون می‌خواسته دیدار کنه با آمریکایی‌ها تو ماناس، پایگاه ماناسی که در قرقیزستانه. ببینید ایشون اگه واقعا تو افغانستان بودن، اگه آمریکایی‌ها می‌خواستن ایشون رو ببینن، خب هر نقطه از افغانستان میتونستن با ایشون ملاقات کنن. یا اگه قرار بود ایشون بره پایگاه ماناس، ده ها فروند هواپیماهای آمریکایی هر روز از بکرام یا جاهای دیگه میتونستن با اینو منتقل کنن تو پایگاه ماناس، هر مقامی که ایشون می‌خواست ببینه خب میتونست ملاقات کنه. خب CIA یا آمریکایی‌ها نمیدونستن، یعنی کسی که میخواد از دبی بره قرقیزستان و این هواپیمایی که میخواد از بالای آسمان ایران رد بشه احتمال شناساییش هست و میتونه ایران این هواپیما رو نذاره ادامه پرواز بده و بتونه این هواپیما رو بشونه بعد این شخص رو دستگیر کنه. یه خورده این عوام فریبانه است. من فکر میکنم که آقای مصلحی مدیون ماری بالاچی که در کویتیای پاکستان داره زندگی میکنه، مدیون ایشونه. باید